هذا النور شفاء صدور. با نام خداوند بخشاینده و مهربان نهایت بارحم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران و خواهران عزیز و پدران و مادران مهربان، موضوع امروزه ما نیت نماز عید قربان. نیت کردم بگذارم 2 رکعت نماز عید قربان با جمله تکبیراتش که واجب همین وقت است. روی آوردم به قبله من به جهت کعبه، اقتدا کردم به امام حاضر ایستاده، خالصه لله تعالی، الله اکبر. این سخنی در بالا گفته شده نیت نماز عید قربان بوده. در آغاز نماز عید قربان از طرف اشتراکچیان نماز گفتنش حتمی می باشد و این با زبان تاجیکی است. معلومات مختصر درباره نماز عید قربان. خواندن نماز عید قربان واجب بوده بهتر از سنت می باشد، ولی از فرض پایان تر است. این نماز جماعتی مردانه بوده در مسجد صبح دم 70 روز پس از ماه شریف رمضان خوانده می شود. وقتی نماز عید قربان پس از تقریبا 30 دقیقه برآمدن آفتاب تا نصف روز، یعنی تا وقتی نماز پیشین خواندن ممکن است، ولی اساساً خوبترش صبح دم بهتر است. روز خواندن نماز عیدانه قربانی حتما با طهارت و خوبترش غسلدار بوده، لباسهای تازه و طعم والده داشتن ضرور است. پس از نماز عیدانه کس می تواند به عیادت بیچاره حالان، نزدیکان، عزیزان، بیماران، منزل و خانه هایی که چند پیش نزدیکانشان فوت دیده است رفته پاره های قرآن را خوانند و این عمل های نیک حسابیده می شود. در این روز طبق طلبات اسلامی شخصی دارنده باید قربانی، یعنی حیوان سالم و بالغ را قربانی نموده گوشت آن را به مردم تقسیم نماید. در تاجیکستان و مثل دیگر دولت‌های اسلامی روز عید قربان در عائله‌های دارنده قربانی را با راه‌های کشتن حیوان حلال پس از نماز عید قربان به راه مانده شده است. گوشت آن حیوان را به مردم خوراک کرده پیشنهاد می‌نمایند. عید قربان یا خود آن را عید الاضحی نیز می‌نامند. این عید قربانی نمودن بود در بین خلق مسلمانان معلوم است. عموما نماز عید قربان همگی عبارت از 2 رکعت بوده. پیش از خواندن آن مردم حجی بر وقت‌تر به مسجد آمده یکدیگر را به این عید مبارکبادی گفته بعدا نشسته تا آغاز نماز گوش به امر معروف و تبریکات رهبریت منطقه، یعنی دهه، ناحیه، ولایت و غیره نموده به خواندن نماز آماده می شوند. برای به خداگی ها راه ندادن در بعضی از حالتها از جانب امام با اشتراکچیان، یعنی عبادت کنندگان، ترتیب خواندن نماز عیدانه تکرارا به یاد آورده می شود. این بود کمی معلومات درباره نماز عید قربان. عید سعید قربان به همه شما مبارک باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.